همان گونه که در عراق و افغانستان به استقرار دموکراسی و داشتند که بیشترین همکاری ها در افغانستان و در عراق. طالبان دشمن ماست، آمریکا هم احساس می‌کرد طالبان دشمن ما. این تجربه افغانستان رو در مورد عراق را تکرار بکنیم. برای چی ما رو بردن جزو محور شراره؟ ما که کمک کرده بودیم به سرنگونی صدام. بعد گفتن آقا ما می‌خوایم طالبان رو در عراق سرنگون کنیم. دوباره کمکشون کردیم. اگر سقوط صدام اشتراک منافع ایران و امریکا نبود، بالاخره که منجر به برخی یا نوعی همکاری ها انجام. In case of Afghanistan, Iran did everything to cooperate with America in order to topple the Taliban. 2001, war on terror, when again the US invited Iran to cooperate. It was impossible without Revolutionary Guard cooperation. بس افغانستان ایران کمک کرد به آمریکایی‌ها. اگر کمک ایرانی‌ها نبود در افغانستان ما در افغانستان مشکل پیدا می‌کردیم. بعد از ببینید من فکر کنم که اتفاقا بیشترین ارتباطی که ایران در خلال حالا همین چند دهه گذشته داشته ارتباط با آمریکا داشته. شما آیا میتونید کتمان کنید که ایران و امریکا وقتی که به اصطلاح در مورد آزادسازی افغانستان مگر همکاری ایران و آمریکا در عراق نبود که اصلا شیعه رو در عراق به عنوان یکی از